خسته و کوفته بعد از یه هفته شب و روز کار کردم برگشتم خونه. دلدر دیگه کلافم کرده بود. رفتم یه دوش گرفتم و روی تخت دراز کشیدم که خوابم بود. داشتم کابوس میدیدم که با صدای گوشیم از خواب بیدار شدم. بچه‌ها دوباره کارشون گیر کرده بود و بعد میرفتم. ای لعنت بهتون که یه کارو صفر تا صد نمیتونین درست انجام بدید. با جون کندن لباس پوشیدم. حاضر شدم. یه صدایی شنیدم. گوشام تیز شد. تا حالا از این صداها نداشتیم اینجا. صدا از پشت خونه می اومد. خواستم برم ببینم صدای چیه که دوباره گوشیم زنگ خورد. نه خیر، ولکن نیستن. باید برم. شرکت که رسیدم انقدر اعصابم از دستشون خورد بود که بدون حرف زدن باهاشون رفتم و کار خودم انجام دادم. نامه توبیخ همه‌شونم فرستادم کارگزینی تا ادب بشن. هرچند این لش کردن به ضرر خودم تموم شد، چون 16 ساعت بی‌وقفه داشتم کار میکردم. بعد کار 2 هفته مرخصی رد کردم. آخر شب بود که برگشتم خونه. مثلا برای خودم مرخصی رد کردم، ولی میدونم که باز چقدر زنگ میزنن. البته با نامه توبیخ شاید کمتر بشه. چه میشه کرد؟ بچه‌ها این دور زمونه هستن دیگه. صبح آفتاب تازه طلوع کرده بود که بیدار شدم. دوباره صدای ناله و کمک خواستم به گوشم خورد. یکم فکر کردم، گفتم آخه پشت خونه که چیزی نیست. پس این صدای چیه؟ صدا که قطع شد پیش خودم گفتم ای بابا، از تنهایی دچار توهم شدی. بی خیال. چای دم کردم، ریختم داخل فلاسک، رفتم لب دریا نشستم. کار همیشگیم بود. فقط این کار بود که بهم یکم آرامش میداد. نمیدونم چقدر گذشت که دوباره چشام خیس شد. به خودم که اومدم دیدم چای یخ کرده. داشت اذان ظهر رو میگفت که بلند شدم و برگشتم خونه. هوا خیلی گرم بود، ولی برای من هیچ فرقی نداشت که چله تابستون باشه یا زمستون. هیچ وقت این کارم رو ترک نمی‌کردم. چقدر رئیس و بقیه به خاطر این کار با هم بحث می‌کردن، ولی اونا که نمی‌دونستن. فقط اینطوریه که یکم آروم میشم. وقتی رسیدم دوباره صدای آه و ناله شنیدم. دیگه گفتم اینطوری نمیشه. باید برم ببینم صدای چیه. روی ایوون یه چوب بود که یحیی میگفت واسه روز مبادا به درد بخوره. برداشتم و رفتم پشت خونه. یکم دستام میلرزید. صدا کردم کی اونجاست؟ هیچ جوابی نشیدم. دوباره صدا کردم، گفتم کی اونجاست؟ بیا بیرون. صدای آه و ناله نزدیکتر میشد. یکم که جلوتر رفتم دیدم یه مرد قد بلند و تقریبا دروش هیکل با بدن برهنه خونین و مالن افتاده تو تپه خاکا و کمک میخواست. رفتم بالا سرش نگاش کردم. بد جوری زخم بود. سر و صورت و بدنش غرق خون بود. گفتم تو کی هستی؟ منو که بالای سرش دید خواست پامو بگیره که یه قدم عقب رفتم. با ناله و صدای ضعیف گفت آب میخوام. ترسیده بودم. با صدای لرزونی گفتم تو اصلا اینجا چی کار میکنی مرد گنده؟ این چه ریختیه؟ یهو چشمم به پهلوش خورد که داشت ازش خون میرفت. ترسیدم. یه قدم عقب رفته رو برگشتم سر جام و به پهلوش نگاه کردم. زخم بدی بود. یه نفس عمیق کشیدم و زیر لب گفتم بیمیری دختر، تو درد سرات تمومی نداره. صداش کردم، گفتم های صدامو میشنوی؟ میخوام کمکت کنم بریم داخل خونه. چشماش نیمه باز بود. رنگش سفید سفید شده بود. گفتم میتونی بلند شی؟ زورم به هیکلت نمیرسه. باید کمکم کنی. تکونش دادم، گفتم میشنوی صدامو؟ با چشمای نیمه بازش نگاهم کرد و با صدایی که از ته چاه شنیده میشد گفت من نمیتونم راه برم. گفتم میتونی، یکم همت کن، با هم میریم داخل. گفت من فلجم، نمیتونم راه برم. نگاهش کردم اما حرفشو باور نکردم. پاشو بلند کردم ولش کردم، دیدم افتاد. هیچ حسی نداشت. یه نفس عمیق کشیدم و رفتم سمتش. دستامو زیر بغلش انداختم، کشون کشون چند قدم بردمش و با هم خوردیم زمین. خیلی سنگین بود. دوباره زیر بغلشو گرفتم، کشون کشون بردمش داخل خونه. خوبیش این بود تو این شهرک جز 2-3 نفر کسی منو نمیشناخت. سر ظهرم بود، کسی بیرون نبود. همونجا کنار در ورودی ولش کردم. خودم هم کنارش ولو شدم. نفس نفس میزدم. زیر دلم درد بدی گرفته بود. آخه خیلی سنگین بود. یه کوسم برداشتم گذاشتم زیر سرش که دیدم بیهوش شده. ای وای نمرده باشه. تکونش دادم ولی بی حرکت بود. نفسش شیک کردم، دیدم هنوز خدا رو شکر نفس میکشه. زنگ زدم به دکتر فرحی. اونم که کلا به گوشی اعتقادی نداره. دوباره گرفتمش، بالاخره جواب داد. چه عجب خانم دکتر؟ گفت سریع بگو، کار دارم. گفتم سریع بیا اینجا، کارم مهمه.
گفت خیلی خوب باشه میام. داشت قطع میکرد که گفتم ببین یه ویلچر هم با خودت بیار. دکتر با تعجب گفت ویلچر؟ چون عادت نداشتم زیاد برای کسی توضیح بدم گفتم زود بیا. گفت خیلی خوب باشه تا نیم ساعت دیگه میام. مدام راه میرفتم دور خونه، برمیگشتم بالا سرش ببینم نبضش میزنه یا نه. خدا لعنتتون کنه. چه کار بچه مردم داری؟ بعد به خودم گفتم آخه بیکاری، اگه بمیره چی؟ فردا 100 تا ننه بابا پیدا میکنه. عجب کاری کردم و از استرس داشتم میمردم. همینطوری داشتم با خودم حرف میزدم که دکتر رسید. با تعجب نگاهش کرد، گفت این چرا اینطوریه؟ این کی هست اصلا؟ عصبی نگاهش کردم، گفتم پهلوش خونریزی داره، نگاهش کن. دکتر معاینش کرد و حین معاینه مدام غر میزد به جون من. گفت زخمی سطحیه ولی بدنش کوفتگی زیاد داره. به خاطر خونی که از دست دادم رنگش پریده. زنده میمونه ولی رسیدگی میخواد. رو به من کرد و گفت حالا میگی چی شده یا نه؟ از کجا پیداش کردی؟ کلافم کرده بود از بس غر میزد. گفتم وای امون بده، پشت خونه پیداش کردم، همینطوری بود. دکتر که از حرص خوردن من خندش گرفته بود نیشخندی زد و گفت حالا ویلچر میخواستی چیکار؟ دستی به صورتم کشیدم و بهش گفتم خودتم کمک بده ببرمت داخل خونه. گفت معلوله. نمیدونم راست میگه یا نه، محض احتیاط گفتم بیاری. دکتر فرنگی پوفی کرد و گفت حالا میخوای چیکار کنی؟ شونه ها بالا دارم. گفتم نمیدونم، فعلا زنده بمونه نیفته گردنم، تا بعد یه فکری میکنم. با عصبانیت نگام کرد و گفت مراقبت میخواد، تو که نیستی. نگاش کردم، گفتم فعلا 2 هفته مرخصیم، هر کسی هم سراغمو گرفت بگو استراحت مطلقه. گفت خیلی خوب. نگاه کن تو، خدا لعنتشون کنه، چی کارش کردن؟ بعد چشمکی زد و ابروهاشو بالا انداخت. گفت عجب تیکه‌ای هم هستا. چپ چپ نگاش کردم که بلند شده و گفت من باید برم، بالا سرش بشین تا به هوش بیاد، پانشی دوباره بری لب دریا، آخر شب باز میام سر میزنم بهش، مراقبش باش. دکتر که رفتم پنبه و الکل آوردم و بدنشو یکم تمیز کردم. هم خونی بود هم خاکی. جلوی تیوی نشسته بودم، پاهم رو از استرس تکون میدادم. یکم خودم رو سرگرم کردم تا وقت بگذره. 1000 جور فکر و خیال کردم که این کی هست، اینجا چی کار میکرده، واقعا معلوله، دردسر نشه برام. رئیس اگه بفهمه پوستمو میکنه. یه چای دم کردم و اومدم بالا سرش نشستم. خیس عرق شده بود. دست دادم به پیشونیش، دیدم داره تو تب میسوزه. ای بابا پس چرا تب کردی؟ یه لگن آب آوردم، دستمال خیس کردم گذاشتم رو پیشونیش. زنگ زدم دکتر فرحی و گفتم تپش پایین نمیاد. دکتر گفت که تو راه او داره میاد. یکم بهش نگاه کردم. مرد جذابی بود، هم قشنگ بود هم جذاب. دوباره غرق گذشته شدم و چشام پر اشک شد. اونم برای من جذاب بود، طوری که جز اون چشمم کس دیگه ای رو نمیدید. ولی آخرش چی شد؟ لعنت بهت، اونا تو رو دوست نداشتن. اینقدر خودت اذیت نکن لعنتی. تو حال خودم بودم که زنگ در خونه رو زدم. اشکامو پاک کردم، رفتم در رو باز کردم. دکتر فرحی اومد داخل، داشت نگاهم میکرد. گفت خیلی تب داره؟ همونطور که اشکامو پاک کردم گفتم نمیدونم، تو دکتری نه من، ولی هر کاری کردم تبش قطع نشد. دکتر دوباره بهش سرم زد و کلی آمپول خالی کرد. استرس گرفته بودم. گفتم نمیره بیفته رو دستم. حوصله دردسر ندارم، ولی نمیتونستم همینطوری هم ولش کنم اونجا. اگه حالش خیلی بده ببریمش بیمارستان. دکتر فرحی لبخند زد و گفت نترس، توکلت به خدا، حالش خوب میشه. ساکی چیزی همراهش نبود؟ گیج نگاهش کردم، گفتم نه. صبر کن برم باز نگاه کنم. چرا قوه برداشتم و رفتم پشت خونه. نگاه کردم اما چیزی نبود. برگشتم گفتم هیچی. دکتر گفت زنگ بزن یحیی یه دست لباس بیاره. با حالت تهاجمی گفتم نه نمیخواد. دکتر نگاهم کرد، گفت چرا لج میکنی؟ بالاخره که یه دست لباس میخواد. تو هم که نمیشه بری واسه این مرد لباس بخری. نترس. یحیی دهنش قرصه، خیالت راحت باشه. دیدم درست میگه. باید یه فکری بکنم. خودم که نمیتونم زیاد کاری انجام بدم. گوشی رو برداشتم و زنگ زدم یحیی. گفتم سریع بیا کارت دارم. دکتر فرحی نگام کرد، گفت پشیمون نمیشی. یحیی قابل اعتماده، مطمئن باش. با عصبانیت گفتم نمیدونم، امیدوارم تو درست بگی. هرچند بالاخره همه میفهمن. یحیی اومد دم در، خشکش زده بود. با تعجب به اون نگاه میکرد. گفتم گوش بده به من یحیی، جن دیدی مگه؟ میخوام کمکم کنی. دستم و جلوی صورتش تکون دادم و گفتم با تو هم یحیی. سرشو تکون داد و گفت باشه چشم.
نفس عمیقی کشیدم که به اعصابم مسلط باشم. گفتم هر چی اینجا هست بین ما 3 نفر میمونه. یحیی میدونی که من حوصله ندارم. یحیی همونطور که سرشو تکون میداد گفت خیالتون راحت. الان چیکار کنم؟ کارت بانکیم رو به طرفش گرفتم و گفتم الان فعلا برو یکم خرت و پرت بخر براش. هر چی فکر میکنی لازمه. نمیدونم، خودت ببین چی میخواد برو بگیر. یحیی کارت رو گرفت و گفت باشه. داشت میرفت که دکتر فرحی بهش گفت حواست به رفت آمدت باشه. خب یحیی سرشو تکون داد و رفت. دکتر فرحی یکم دیگه موند و گفت من دیگه میرم. تبش قطع شده. بلدی که سرمشو در بیاری؟ گفتم آره میتونم. دکتر فرحی اومد کنارم و گفت برو استراحت کن.